و شرایط کنونی واقعا ما باید نسخه داشته باشیم برای بشر و بشریت. واقعا به چنین شرایطی که ما به دنیا زندگی میکنیم که از لحاظ مادیات مثلا بگیم سایر کشورها یا اکثرا کشورهای کفری به اوج ترقی و پیشرفت قرار دارن، یا اگه ما شما بگیم کشورهای از اینا مدنیت نمایه، یعنی از لحاظ مدنیت و تمدن اینا واقعا یک تمدن بسیار عجیب معلوم میشه ظاهرا، اما باطنها را اگه ببینید واقعا دنیای وحشت باره. یعنی در شرایطی که زندگی میکنیم متاسفانه خیلی شرایط ناگواره و واقعا وحشت بیداد میکنه. حالا به جواب از این که چی رقم میتونیم کنترل کنیم، واقعا مسلمان ها به شرایط کنونی اینا فقط یک امکان داره که از لابلای قرآن کریم یک معجون و اساریر بکشن و به دنیا پیشکش کنن که انسان ها آرامش حقیقی را که جستجو میکنیم در به دست آوردن معادن سایر کشورها نیست. اگه شما واقعا آرامش حقیقی را جستجو میکنین در به دست آوردن قصرهای عجیب و غریب نیست. آرامش حقیقی در سفر به مهتاب و مریخ نیست. آرامش حقیقی در درون انسان هاست. همون شعری که میگه سالها دل طلب جام از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. واقعا این تمنای آرامش، تمنای رسیدن به اوج قله های سعادت، اصل سعادت حقیقتا در این موضوعه.